امیل رئیس جمهور تاجیکستان بزرگترین طاغوت است، دشمن الله و رسولش. شما تمام دخترها را فهمونی، اونایی که حجاب به سر میکنن با زنوای میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا. و هم گورا گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان رو نمیدونن چیکار میکنن. لباسای سطر پوشی، حجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم و داخل البته جناب که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شد. و زیانگاه چند ساله ممکنه؟ نه زنا در مردا در چند سال چخه؟ من توجیکانا بندنانم کاریو تروبای خیلی زناکای کلان دا میگن که ممکن است کلانا چخه که چون ویدیومو پیشتر میبرم نه سین سال شما دا سین سال ما بندن توجیکانا بندن نه مثلا چند اینا 48 ممکنه 48 ممکن نیست خطر ممکن نیست سطر ممکن نیست توجیکانا بنده خیلی انا ما آخر محکم نکنم این یه چی دیگه ده مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. محترم جناب عالی، شما شخصی 500مین نفر مسلمان جهان هستید. این عنوان را برای شما دولت‌های خارج دادن که این افتخار ما است. ما خادمان دین جناب عالی در حق تاجیکستان عزیز اول دعاگو آن هستیم. خداوند تاجیکستان عزیز ما را از بلاهای زمینی و آسمانی نگهبان باشد. پروردگار این ملت ما را همیشه نگهبان باشد. خداوند شما را در تار سر ما سایبان همیشه نگهبان باشد. ما یگان شکایت نداریم، فقط همین دیداری زیبای شما برای ما بس است. الله میگه باید به اینمی کافر شوی، اول به قانون هندوستان کافر شوی باز مسلمان میشی. تنها غرب نیست که بعضی کسان میگه والا مثلا در هندوستان رفتم و در ترکستان رفتم و در ترکیه رفتم و در تاجیکستان رفتم. امیل رئیس جمهور تاجیکستان بزرگترین طاغوت است، دشمن الله و رسولش است. و اونمو چند تا مولای درباری شیشتن این میگه که حجاب در اسلام نیست، حجاب خوب نیست، حجاب درست نیست. بازو اونمی سب کتونمو ریش خود کت لنگی خود کتونمو باز میخیزه گپای اینمی طاغوتی که به نام چی است؟ همون نامش هم نام چیز نیست، الله متعال اوف است. اوف الله پاکی اوف کتم ملاهایش بازوهای چی میگه؟ ما شیخ العدی هستیم. ای صحیح بخاری بشرمانید، ای صحیح مسلم بشرمانید، ای فقه اکبر بشرمانید، ای خلاصه کیدانی بشرمانید. در خلاصه کیدانی هم حجاب هست، همون خلاصه قدوری بشرمانید. میگه من قدوری خواندیم، کافیه خواندیم، کافیه بشرمانید. که در کافیه هم اگه تو میخواندی و در آیات قرآن میفهمیدی که الله متعال میگه که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و ازواجک برای همسرایت ولی بناتک و به دخترایت ولی نساء المؤمنین و به کل زنای مسلمان. اگر تو نحو کافیه را میخواندی اینجا میفهمیدی که اینجا عطف است سرش، ازواجک و بناتک و نساء و عاطفه هست. ها یعنی چی که یدین علیهن جلال بیبهن که سر خود جلباب بپرتن. جلباب چی است؟ اینم یه حجاب است. فهمیدی یعنی؟ و یدین علیهن من جلابیبهن. این حالا چی است که باید چیز گردنش پد باشه، مویاش باید پد باشه، سرش پد باشه. و یک تعبیر وقتی که پرسان کردن که جلباب چه قسم است، گفتن صاحب این خیس یعنی یک دونه قران، یک دونه قدیفی کلان می گرفت، یعنی کل بدن خود پوشان، کلش پوشان، تنها میگه یک جای چشم ماند. کل زیر گرفت، گفت که اینی ده اینه. زن مسلمان باید این قسم باشه. و این طاغوت بیدین خب میگه با صاحب چند تا ملا را سعی کنی بارا ملاوا میگن، ملاوا بازونو درباری بازو میخواد گپای کفری از این را به اسلام نسبت میده، یعنی تکذیب الله را میکنه،
و تکذیب رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این کده از یا کرده باز اون روز خوب است. چرا اون روز که است میگه این قانون خود ماست. و من اظلم ممن افترى علی الله الکذب، میگه این ظالم تر است از اون کافر هم کده که سر الله چی میکنن؟ سر الله و رسولش تهمت میکنن. چون الله و رسولش میگه حجاب است و یا میخیزن. والا اون روز من کلیپ از یارو دیدم اما تا ایران ما دیدیم بازو یک دفعه یک تا میخیزن. من نمیخونم چون که جناب عالی اون سخنهایی که شما گفتید همش آیت همش حدیث بود. پس یارو دیدم اما تا ایران ما دیدیم بازو یک دفعه یک تا میخیزن. منموجه بازو برش میگه که آن چیزی که رئیس جمهور ما گفت اما از قرآن حدیث است. لعنت الله سر از الکاذب عدو الله و من اظلم ممن افترى علی الله الکذب. او مولوی تاجیکستانی که تو ای قسمی او پوفتا تایید میکنی و الله را و رسولش تکذیب میکنی و افتراس الله و رسولش میکنی، تو در جمله احبار و رهبان هستی و کسی که از تو پیروی میکنه پیروی از احبار و رهبان. از این خاطر مشکلات حل نمیشه، به خاطر از اینکه تقوا در 6 بخش نیست. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که در این 6 بخش تقوای خدا جور بکنیم و تحت این آیت قرآن داخل شویم که و من یتق الله یجعل له مخرج. الله میگه که هر کس تقوا کرد ما دو چیز برش تضمین میکنم. یجعل له مخرجا، از کل مشکلات و پرابلم های زندگی رو چی میکنم؟ خلاصش میکنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و رزق برش میده الله متعال از جایی که گمان نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.